امارات اسلامی تایید می‌کند که بیش از 40 چرخبال افغانستان در پی سقوط حکومت پیشین به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که گفتگوها در این باره در سطح مقام‌های بلندپایه افغان با مقام‌های تاجیک و ازبک انجام شده، اما این دو کشور تا هنوز حاضر نشده‌اند که این چرخبال‌ها را به افغانستان تحویل بدهند. بر بنیاد آمارها افغانستان تا پیش از سقوط حکومت پیشین بیش از 164 چرخبال داشت. هرچند تا هنوز روشن نیست که چه تعداد این چرخبال‌ها به افغانستان مانده، اما امارات اسلامی تایید می‌کند که در پی سقوط حکومت پیشین ده‌ها چرخبال به کشورهای همسایه افغانستان منتقل شده است. بیش از 40 چرخبال افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و ازبکستان از سوی منصوبین اداره پیشین کابل انتقال داده شده. بارها از حکومت درخواست کردگی است، از حکومت ازبکستان و تاجیکستان و درخواست کردگی است باید مسرت بکنه و به حکومت فعلی افغانستان بر امارات باید بسپاره. البته اونها هم ملاحظات خودشان را دارن و داشتن تا هنوز تسلیم نکرده. این چرخبال ها از سوی ایالات متحده خریداری و به ارتش پیشین افغانستان تسلیم داده شده بود. 3 چرخبال از میان چرخبال های منتقل شده به ازبکستان از چرخبال های انکش رفغانی رئیس جمهور پیشین توسط آنها به ازبکستان رفت. اما تا اکنون چگونگی منتقل شدن باقی چرخبال ها به این کشورها به گونه دقیق روشن نیست. کشورهای همسایه ما باید هلیکوپترها و چرخبال‌ها دوباره به امارت اسلامی افغانستان برگرداند، چون این به خاطر همسایه‌داری و حقوق بین دول یک فایده زیاد دارد. دسترسی به این چرخبال‌ها و دیگر وسایل نظامی که به خارج برده شده به رسمیت شناخته شدن و کسب رضایت امریکایی هاست. ده‌ها خلبان نیروهای هوایی کشور نیز که در جریان سقوط جمهوریت به تاجیکستان رفته بودند، پس از چند ماه از سوی امریکا به کشور سوم منتقل شدند. اکنون بر بنیاد یک گزارش رویترز، تاجیکستان و ازبکستان از ایالات متحده خواستند که این هواپیماها را در کشورهایشان نگه دارند. خواسته که امریکا گفته آن را بررسی می‌کند. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با آقای سرور نیازی، آگاه نظامی از اتریش که روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. آقای نیازی، سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. این چرخبال ها که به کشورهای همسایه رفتند چرا دوباره تا هنوز برگشت دادن نشدند؟ من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده های شما. ببینین اصولا تاجیکستان و ازبکستان این چرخبالا را به خاطر اینکه مال افغانستان است، اینا مربوط اردوی ملی افغانستان است، اینا رو به افغانستان برگردانند. اول خب متاسفانه که همیشه در افغانستان نظام ها با اساس کودتاها یا فشارهای نظامی تغییر میکنه که در نتیجه این اولین بار نه چندین بار این حوادث در افغانستان تکرار شده و همه چیز ما متلاشی شده، مثلا اردوی ملی ما، وسایط نظامی ما، همه سیستم حکومت ها. مثلا شما اگر در باز کودتاها، البته مثلا در زمان محمد داود خان چنین یک کار نشد، ولی انقلاب ثور یا کودتای ثور که شد چیز متلاشی نشد، ولی بدبختانه با آمدن مجاهدین یک بار ما تجربه کردیم که همه تانک و توپ افغانستان به کشورهای همسایه نیلام شدن و به نرخ کبال یا آهنگونه فروخته شد. و بار دیگر با آمدن طالب ها که در دور اول طالب ها آمدن، باز اردوی ما تقریبا متلاشی شد و همه هست و بود خود از دست دادیم و یا دو تقسیم شد. نیمی از این تجهیزات در اختیار مجاهدین سابق قرار داشتن و نیمشون در اختیار طالبا و اکنون هم با آمدن طالبها تعداد بیشتر از هلیکوپترها و طیارات نظامی و ملکی ما و کشورهای همسایه و کشورهای منطقه فرار کردن که اصولا این ملکت افغانستان است، اینا باید برگردانده. اما پرسش اینجاست آقای نیازی که
چند بال معدودی در آغاز گزارش شده بود که به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان رفته و اکنون گزارش می شود که بیش از 40 چرخ بال به این دو کشور انتقال داده شده. این چرخ بال ها را که ها انتقال دادند؟ اردوی پیشین، پیلوتان و یا هم کسان دیگره؟ تا جایی که من معلومات دارم یک تعدادش خود واضح است که بلندپایه های حکومتی اینا را انتقال دادن، چون اونا خودشان با پروازها یا با طیاره‌ها به کشورهای همسایه رفتن. ولی تا جایی که من اطلاع دارم تعداد از پیلوتا هم حتی اعضای فامیل خود خبر کردن و دوستای خود و فامیلا خود هم انتقال دادن و خود هم انتقال دادن. یعنی بله. یک تعدادش توسط حکومتی های قبلی و یک تعداد توسط خود پیلوت ها اینا انتقال داده شدن. چه فکر میکنه چرا کشورهای ازبکستان و تاجیکستان تا هنوز این چرخبال هایی که مال مردم افغانستان است تحویل ندادند؟ خب ببینن، سوال من همین جاست و من فکر میکنم کشور تاجیکستان و ازبکستان حسن همجواری و همسایگی نیک خود باید به افغانستان اینا ثابت بسازن و رعایت بکنن. جدای این حسن همجواری و حسن نیت که باید در قبال افغانان داشته باشند، آیا مشکلات قانونی در میان است؟ من فکر میکنم هیچ گونه مشکل قانونی در برگرداندن از اینا موجود نیست، به خاطر ازی که این طیاره ها این مال بیت المال است، این مال مردم افغانستان است، این نه مال طالب است، نه مال مجاهدین است و نه مال شخصی کسی است. این مال ملت افغانستان است و ملت افغانستان تعلق داره و هر کسی که با ملت افغانستان دعوی دوستی و یا همسایگی نیک داره، بنان با او اساس باید اینا دوباره برگردانده شد به افغانستان و دوباره سپرده شد این طیارات به افغانستان، نه که اینا را در کشور خود بگیرن و یا به کشور سوری. بله، طوره که همه میدونن آقای نیاز، این چرخبال ها بیشتر با کمک های خارجی و بیشتر ایالات متحده خریداری شده و یا هم به افغانستان آورده شدن و در اختیار اردوی افغانستان قرار داده شد. آیا فکر میکنید که این دو کشور همسایه‌مان پیام از سوی ایالات متحده دریافت کردن که این چرخبال ها را تحویل برای طالبان ندهند و یا هم نه؟ شاید ابودره که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی پولهای افغانستان منجمد ساختن و تحریم های دیگر وضع کردن. این امکانش هست که ایالات متحده امریکا و تاجیکستان و ازبکستان گفته باشند که شما تا زمانی که روابط میان امریکا و طالبان دوباره بهتر شود این طیاره را اونا نگاه بکنن و در اختیار طالبان هستند. و همچنان مسئله دیگه که هست روابطی که تاجیکستان و ازبکستان گرچه ازبکستان با حکومت فعلی روابط نیک داره، ولی امکان تزیه است که تاجیکستان با خاطر ازی که با حکومت گذشته یا با یک تعداد از مجاهدین اینا روابط خوبتر داشتن، به او دلیل هم اداره رو به حکومت طالبان نسپارن. ولی من فکر میکنم که این مال مردم افغانستان است، به هر صورتش این حق مردم افغانستان است و از لحاظ قوانین بین‌المللی ما این باید دوباره به افغانستان تسلیم داده شود. درست. بیش از 40 بال چرخ بال برای تجهیز یک اردویی که تحت عنوان اردوی ملی افغانستان ایجاد می شود، چه نقشی را می توانند ایفا بکنند؟ دقیقاً شما می بینید که اردوی افغانستان تقریبا متلاشی شد. بخش زیادی از این وسایل اگر یک تعدادش به کشورهای همسایه انتقال داده شد یا فرار کردن، تعداد دیگه که در افغانستان بود اینا هم از همون موقعیت یا از همون قطعاتی که مربوط شد بود اینا به شکل پراکنده هر کس اگر به یک طرف برد، یک محاسبه که وجود داشت یا جمع قیدی که وجود داشت و از هم گسیخت و امروز هیچ کس نمیفهمه که اردوی افغانستان چقدر تانک داره، چقدر طیاره داره، چقدر وسایل زیرهی داره و غیره دیگه. بنان در حالی که کشورها جامعه جهانی هم از لحاظ نظامی افغانستان دیگه کمک نمیکنه، ناتو از افغانستان برآمد، افغانستان هم دیگر هیچ امید نداره بجز اینمی
چیزایی که یا وسایلی که از گذشته باقی مانده بود، اینا باید اگر تخریب است اونا باید ترمیم شود، اگر غیر فعال هستند فعال شوند و اگر به کشورهای همسایه فرار داده شدن اونا باید دوباره به هر کشوری که هست، اگر به تاجیکستان است، ازبکستان است، پاکستان است، ایران است، به هر کشوری که هست اونا باید دوباره برگردانده شوند، به خاطر از اینکه این مال بیت المال است و مال مردم افغانستان است. شما مربوط نه مربوط به اشرف غنی و یا یک کس دیگه نیست. شما آگاه نظامی است، جدای یا علیرغم این چرخبال هایی که به کشور همسایه من تاجیکستان و ازبکستان انتقال یافتند، فکر میکنید که تجهیزات نظامی دیگر نظیر سلاح‌های سنگین و سبک دیگر هم به کشورها انتقال یافته؟ در گذشته خود ما تجربه کردیم، چنین تجربه را داشتیم که تعداد زیاد از وسایل نظامی، وسایل زیره‌ای، وسایل نقلیه به کشورهای همسایه انتقال شد، ولی این بار صحنه طور دیگری بود. طرف تاجیکستان و ازبکستان اکثر پیلوت های ما با چرخبال ها و مقامات بلندپایه های ما اینا با چرخبال ها رفتن به ازبکستان و تاجیکستان. جدای چرخبال ها آقای نیازی، آیا سلاح‌های سبک و سنگین هم انتقال یافتند از افغانستان به بیرون از کشور یا نه؟ بله، تعداد از قطعات ما خصوصا قطعات سرحدی ما اگر چی بود، طرف شما دیدین که تعداد به طرف ایران فرار کردن، تعداد از نیروهای زمینی ما با موز سلاح و وسایلی که داشتن به طرف تاجیکستان و ازبکستان فرار کردن. این گزارش ها را ما در ابتدایی که امارت اسلامی آمد، طالبان آمد از سر قدرت شدن، در همون روزهای اول تعداد از نیروهای نظامی ما و قوای امنیتی ما با جدای آقای نیازی، جدای منصوبین اردوی پیشین که به کشورهای همسایه که شما گفتید ایران و تاجیکستان و ازبکستان رفتند، آیا بعد سقوط سلاح‌ها از افغانستان توسط افراد نامعلوم و مجهول بیرون از کشور انتقال یافتند؟ چون این چیز را شما به عنوان اطلاعات در اختیار دارید یا نه؟ بله، تعداد از قطعات سرحدی من خدمت شما عرض کردم که زمانی که طالبان همه جاها را گرفتن، اونا با مصالح وسایلشون اگر در مرزهای تاجیکستان بودن به تاجیکستان و اگر در مرزهای ازبکستان بودن به ازبکستان، حتی به ایران و پاکستان، اینا با مصالح وسایل خود اقتدار نظامی ها. آقای نیازی، نوارهای صوتی و تصاویر تایید نشده در صفحات اجتماعی وجود دارد که گویا سلاح‌های سبک و سنگین افغانستان، اردوی افغانستان بعد سقوط به کشورهای همسایه انتقال یافتن و در حال انتقال یافتن هستند. آیا چون این چیز را شما تایید میکنید، میپذیرید که وجود دارد یا نه؟ خب گرچه تعداد ویدیوهایی که از طریق فیسبوک ها و سایر وسایل اطلاعات جمعی دست به دست شد، ما شاهد چنین اسناد و شواهد هستیم که حتی بعد از سقوط هم تعداد از وسایل زیره‌ای بار با وسایل نقلیه یا با پای خود اینا به کشورهای پاکستان و ایران منتقل شده. یکی از طرف کی منتقل شده او را ما نمیفهمیم، ولی این ویدیوها در رسانه ها دیده شد که شما هم شاید این ویدیوها رو مشاهده کرده باشید. بله، اگر این بیش از 40 بال چرخبال اردوی افغانستان دوباره به افغانستان برگشت داده نشوند و تجهیزات دیگری که به بیرون انتقال یافتند که هنوز معلوم نیست چه مقدار و در چه حده، آیا دولتی که شکل میگیرد در آینده توان این را خواهند داشت که یک تجهیزات قوی را برای اردو فراهم بسازد یا نه؟ خب این که دولت که در آینده تأسیس میشه یا شکل میگیره، این مربوط میشه که او روابط دیپلماتیکش، روابط سیاسیش با کشورهای جهان و جامعه جهانی چگونه است، با کدام کشورها تمایلات زیاد دارند، کدام کشورها میتونن که جدای کمک های بیرونی و کشورهای دیگر. آقای نیازی، آیا چیز را شما در چانته و خزانه حکومت میبینید؟ نه، فعلا ما چیزی را
این توانمندی را در حکومت فعلی از لحاظ اقتصادی نداریم که اینا بتانند تجهیزات نظامی را. شما میفهمید که خصوصا هلیکوپترها و وسایط زیرهی طیاره ها اینا بسیار قیمت های گزاف دارند. ما این توانمندی را در حکومت فعلی و یا هم حکومت بعدی که در افغانستان شکل بگیره اینا این توانمندی را داشته باشه ما نمیبینم. ولی در این شک نیست که امکان داره که جامعه جهانی به سخاوت خود در افغانستان مثل که در گذشته اینا داشتن ادامه بدن و چون در گذشته هم ما متکی به کشورهای خارجی بودیم و اکنون هم شما میبینید که امارات اسلامی هم در صدد ازی است که روابط خود با دنیا بهتر بسازه و دام پولهای منجمد شده و سایر تحریم هایی که برای این حکومت یا امارات اسلامی است این از بین بردارن. این خود نمایندگی میکنه که اقتصاد افغانستان بسیار وخیم است و حتی ضرب صفر است. چه نوع پالیسی و استراتژی برای تشکیل یک اردوی به معنای واقعی کلمه ملی و مجهز روی دست گرفته شود در افغانستان؟ خب هر کشور اردوی یا قوای نظامیش به تناسب همسایه هایش در نظر گرفته میشه که چی تعداد و به چی اندازه و با کدام تیپ نیروهای امنیتی داشته باشه تا در برابر همون چالش هایی که هست یا مناسبات دیپلماتیکی که با همسایه خود داره. اردوها تقریبا به می منوال و به می اساس ساخته میشه. شما میبینید که در اکثر کشورهای دنیا اونا حتی اردو ندارن و یا تعداد بسیار کمی دارن. اونا نمیخوان بالای مسائل جنگی و یا اردوهای خود مصارف گزاف خود اونا فقط روی مسائل اقتصادی فکر میکنه. ولی کشورهایی که در روی شرایط بحرانی است، در روی جنگ است، ناامنی است، طبعا که اونا به اردو و به تجهیزات نظامی بیشتر ضرورت دارن تا اونا بتانن که صلح و امنیت را تامین بکنن و از سرحدات کشور خود و از تمامیت ارضی کشورشان دفاع کرده بتانن. سپاس از شما آقای سرور نیازی، آگاه نظامی از کشور اتریش.